يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزه سوره همزه. يا حامل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل له ادغام بغنه به حرف لام در آورده خوانده می شود. همزة لمزه. همزة لمزه. در اینجا نیز ادغام بغنه تنوین به حرف لام در آورده خوانده می شود. لمزه در آخر تا به حرف ح مبدل می گردد. الذي جمع مالا وعدده. الذي مد طبیعی به مقدار 2 حرکت کشیده می شود. جمع مالا ما مد طبیعی به مقدار 2 حرکت کشیده می شود. مالا وعدده. مالا وعدده در اینجا بعد از تنوین حرف واو آمد که ادغام با غنه می باشد. وعدده حرف دال با تشدید آمد 2 تا خوانده می شود. یحسب ان ماله اخلده. یحسب ان حرف نون با تشدید حرف نون را 2 تا می خوانیم. ماله ما مد طبیعی به مقدار 2 حرکت کشیده می شود. ماله هو مد سیله کبرا به مقدار 4 حرکت کشیده می شود. واو میده و در بالایش خطی ناهموار این علامت مد سیله کبرا می باشد. اخلده. کلا لینبذن فی الحطمه. کلا مد طبیعی 2 حرکت می کشیم. لینبذن در اینجا اقلاب حرف نون به حرف میم مبدل گشت و از دماغ برآورده خواندیم با غنه خواندیم. لینبذن فی الحطمه. فیل همزه وصل کلمه ها رو پیوست کرد. به این سبب فی نکشیدیم بلکه فیل پیوست کردیم. فی الحطمه در آخر حرف تا به حرف ح مبدل گشت. و ما ادراک ما الحطمه. و ما ادراک مد منفصل مقدار 2 4 تا 5 حرکت کشیده می شود. ادراک اد قلقله را مد طبیعی به مقدار 2 حرکت می کشیم. ما الحطمه همزه وصل کلمه ها را پیوست کرد. به این سبب ما نکشیدیم بلکه مل پیوست کردیم. ما الحطمه در آخر حرف تا به حرف ح مبدل گشت. نار الله الموقده. نار الله نار مد طبیعی به مقدار 2 حرکت کشیدیم. نار الله همزه وصل کلمه ها را پیوست کرد. نار الله در اینجا نیز همزه وصل کلمه ها را پیوست کرد. موقده مو مد طبیعی قا حرف استعلا و قفز خوانده می شود. موقده در آخر حرف تا به حرف ح مبدل گشت. التي تطلع على الافئده. التي مد طبیعی مقدار 2 حرکت میکشیم. تطلع حرف تا با تشدید آمد 2 تا کرده میخونیم. علل همزه وصل کلمه ها رو پیوست کرد.
افئده در آخر حرف تا به حرف ح مبدل گشت. انها علیهم مؤصده. انها ح مد طبیعی به مقدار 2 حرکت میکشیم. علیهم مؤصده در اینجا ادغام شفوی. حرف میم یکم به حرف میم دویم در آورده از دماغ برآورده خوانده می شود. علیهم مؤصده. در آخر حرف تا به حرف ح مبدل گشت. فی عمد ممدده. فی مد طبیعی مقدار 2 حرکت میکشیم. عمدیم در اینجا ادغام بعد از تنوین حرف میم اومد که ادغام با غنه می باشد. ممدده در آخر تا با حرف ح مبدل گشت. این بود درس امروزه. با همین درس را به آخر می رسانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.